هالووین واقعا یه فستیوال مذهبیه. 2000 سال پیش تو ایرلند شمالی باوری وجود داشته که 31 اکتبر مرز بین دنیای مردگان و زندگان برداشته میشه و ارواح سرگردون میان میبرن. بلاتن فکر می‌کردن که اگه خودشون شبیه روح بخورن میتونن ارواحو گول بزنن و بترسوننش. ارواح همشون. این وسط کلیساها اومدن این رسم غیر مسیحی رو از بین ببرن و اسم فردای اون روز یعنی 1 نوامبر رو گذاشتن All Hallows Day به معنی یوم الله مقدس. به این ترتیب شب قبلش شد All Hallows Eve که کم کم شد هالووین. حالا ماجرای کدو حلوایی چیه؟ یکی از همین ارواح سرگردون اسمش جک خسیس بوده که تو دنیا چند بار شیطونو گول میزنه. یه بارم گیرش میندازه. ببین این دیگه کی بوده؟ شیطون گفته منو آزاد کن، میگه به شرطی که اون دنیا منو نبری جهنم. شیطونم میگه قبوله. بعد جک میمیره، انقدر گناه داشته بهشتم راهش نمیده. ولی خب شیطون رو قولش میمونه تو جهنم هم نمیره. اینه که یه زغال گداخته از شیطون میگیره و میندازه تو فانوس کجویش بین بهشت و جهنم سرگردون میشه. ماجرا ایرلندی‌ها این رسم با خودشون بردن قاره آمریکا. آمریکایی‌ها انقدر بهش بالا پر دادن، انقدر خفن تو فیلم‌ها و کارتون‌ها نشونش دادن که انگار مال خودشون. تو قاره آسیا هم تایلند، ترکیه و گرجستان فستیوال هالووین رو خیلی خوب برگزار می‌کنن. اما دبی لوکس‌ترین مراسم‌های هالووین رو داره. جذاب‌ترین تزیینات، مسابقات بهترین کاستوم هالووین و اجرای موسیقی زنده که آدرس رایگاناشو تو کپشن برات نوشتن. قابل توجه هموطنانی که هالووین هم با چیپس و ماسموسی رو آوالبالو ایرانیش کردن. اولا این جشن مذهبی حرمت داره نه لذت. دوم با یه حساب سرانگشتی می‌بینی که هزینه یه هالووین پارتی اندازه یه تور خارجیه. تازه تو می‌تونی اقساطی بشی.